اینجا دی ام کسته، جایی که در مورد دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنیم. به اپیزود شماره 2 خوش اومدید. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من مهدی توکلیان هستم، میزبان شما توی دی ام کست. این پادکست جاییه که من در مورد مسائل و حوزه‌های مرتبط با کسب و کار، تبلیغات، برندینگ و دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنم. پس اگر که به این دست از مطالب علاقه‌مند هستین، خوشحال میشم که دی ام کست رو دنبال بکنید. این هفته توی دیمکست میخوایم به یکی از اتفاقات جالب هفته گذشته بپردازیم. توی هفته گذشته 2 از VOD ها یا همون پلتفرم های پخش فیلم و سریال آنلاین با هم یه درگیری رو داشتن که حالا مباحث و جر و بحثشون به فضای عمومی هم کشیده شد. داستان از اونجا شروع میشه که به تازگی پلتفرم جدید به اسم فیلیمیوم راه اندازی شده که اشتراک به نسبت ارزان‌تری داره ارائه میکنه. حالا فیلیمو اومده میگه که آقا من کلی شکایت دریافت کردم از کاربرام که اشتباهی اکانت فیلیمیوم رو به جای فیلیمو تهیه کردن. بیشترشون هم توی کمپین هایی که راه اندازی شده مثل SMS مارکتینگ فکر کردن که فیلیمو یه تخفیف ویژه گذاشته و به همین دلیل هزینه رو پرداخت کردن، ولی در انتها متوجه شدن که پلتفرم دیگه ای رو انتخاب کردن و هزینه اشتراکی یه پلتفرم دیگر پرداخت کردن. خب حالا یه نگاهی بندازیم ببینیم حق کیه. یکی از بندهای قانونی برای انتخاب اسم تجاری میگه که نام انتخابی نباید مشابه نام‌های قبلی باشد که در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت شده است، که البته این برای قوانین ثبت نام تجاری شرکت هاست. اوضاع برای پلتفرم های آنلاین فیلم و سریال یا همون VOD هایی مثل فیلیمو یه کمی متفاوته. سال 95 یه سازمانی تحت عنوان ساترا یا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که یه اسم خیلی طولانی داره تشکیل میشه. این نهاد وابسته است به صدا و سیما و مسئولیتش نظارت و صدور مجوز برای VOD هاست. اما چرا این سازمان تشکیل شده؟ بعد برگردیم به قانون اساسی. من اینجا رو عین متن رو میخونم که اشتباهی نکرده باشم. مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتیه و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصله. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر مثل ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکوره. حالا با یه سری تفسیر و تبصره از طرف شورای نگهبان بعد از کلی بحث و دعوا و اینها یه نهادی به اسم ساترا تشکیل شد که مسئولیت کامل نسبت به شبکه‌های نمایش خانگی رو داره و یه جورایی با چند تا تبصره و فرعی و اینا این شرکت‌ها رو قانونیشون کردن. خب تا اینجا مقدمتاً گفتیم که مسئولیت این دعوا و رسیدگی به شکایت هایی که مطرح شده برمیگرده به ساترا که چرا یه نام تجاری مشابه فیلیمو رو به رسمیت شناخته. فیلیمو یه بیانیه نسبتاً شدید و لحن صادر میکنه و میگه که به ساترا کلی در مورد این موضوع شکایت بردیم و این نهاد با بی‌تعهدی و بی‌تجربگی محض، این داخل بیانیه‌شون بود، به این شرکت با این اسم گول زننده مجوز دادم و گفته من تا حالا 30,000 تماس مبنی بر شکایت کاربرام در مورد گمراهیشون در پرداخت توی پلتفرم فیلیمیوم داشتم و گفته مردم آگاه باشید که اشتباه نکنید چون رگولاتور زیر بار مسئولیتش نمیره. از طرف دیگه فیلیمیوم اومده گفته آقا چرا فراقانونی حرف میزنی، چرا فضای کذب رسانه‌ای راه میندازی؟ همه اینا توی متن بیانیه فیلیمیوم هست. ما یه رسانه مستقلیم و همه چیزمون مال خودمونه و همه مجوزا رو هم گرفتیم. اصلا اسم ما ترکیبی از فیلم و پریمیوم به معنی محتوای با کیفیته. خب تا اینجا بیشتر شاهد اظهار نظرهای این 2 تا پلتفرم بودیم. حالا ببینیم جواب ساترا به این موضوع چی بوده، چون مرجعی که باید رسیدگی کنه به این داستان قطعا ساتراه.
ساترا میگه اولا کلمه فیلم یه واژه عامه و فیلیمو کلمه فیلم رو که به عنوان نماد تجاری ثبت نکرده، نه تو ایران نه تو جهان. یعنی میگه آقا کلمه فیلم که مثلا مال پدرتون نیست، اینجوری منظورشه. دوما چطوری فیلیمو اومده 2 تا حرف به کلمه فیلم اضافه کرده و ثبت شده؟ خب فیلیمیوم هم اومده 4 تا حرف اضافه کرده و بازم ثبتش کرده. ساترا گفته من بر اساس دامنه اینترنتی به شرکت ها مجوز میدم که ثبت دامنه هم برمیگرده به مرکز ثبت دامنه کشوری ایران یا همون ایرانی که خودمون. اونجا هم نه شکایتی اتفاق افتاده و نه چیزی و این دامنه یعنی فیلیمیوم ثبت شده، ثبت رسمی شده و هیچ مشکلی نبوده. منم بر اساس این دامنه است که اومدم به این مجوز دادم و الان هم مشکلی نمیبینم توی این مسئله. The guardrail is tempting me, standing like a sentry to the left of me. It's guarding adventure that's certain to be life-threatening, life-threatening. خب دیدید که از نظر قانونی شکایت فیلیمو به هیچ جایی نرسیده و قانون حق رو به فیلیمیوم داده، یعنی حق رو نداده و در واقع کاریش نداشته. اما بیاید یه نگاهی به کمپین های این شرکت جدید بندازیم، یعنی فیلیمیوم. شاید شما هم پیامک تبلیغاتی این شرکت رو دیده باشید، یعنی براتون ارسال شده باشه. اما من بذارید اول از روش براتون بخونم. خبر فوری: به پاس همراهی شما 84% تخفیف اشتراک فیلیمیوم به شماره فلان تعلق گرفت. بعد برای دریافتش هم یه لینک گذاشته. یه چند تا نکته در مورد متن این پیامک جالبه. اولش که حالا اون که نوشته خبر فوری و کاریش نداره، اولش نوشته که به پاس همراهی شما. سوال پیش میاد که دقیقاً به پاس کدوم همراهی؟ برای پلتفرمی که من هیچ اینتراکشنی باهاش نداشتم استفاده از این جمله چه معنی میده؟ دوما اومده از لینک استفاده کرده که متعلق به دامنه خود فیلیمیوم نیست و مال یه شرکت ارائه دهنده تبلیغاته. نتیجه گیری این 2 تا نکته در مورد SMS مارکتینگ فیلیمیوم با خودتون. اما اوضاع اونجایی جالب میشه که میخوایم بریم صفحه لندینگشون رو بررسی کنیم. وقتی وارد صفحه لندینگ برای خرید اشتراک فیلیمیوم میشید، هیچ لوگویی از این برند نمیبینید. فقط 2 بار اسم این شبکه با فونت ریز در بالا و پایین و بین متن نوشته شده. یکم شاید این نظر غیر حرفه‌ای باشه، اما ممکنه که تیم مارکتینگ این برند از اینکه مردم اشتباه کنن خیلی هم بدشون نمی اومده. وقتی که میبینیم حتی از فونت مشابه فیلیمیوم هم استفاده شده توی لندینگ، این نظریه یکم قوت میگیره. اما از نظر قیمت گذاری بیاید اشتراک 1 ساله این 2 تا پلتفرم مقایسه کنیم. اما پس ذهنتون اون متن پیامکه و اون صفحه لندینگ رو هم مد نظر داشته باشید. فیلیمو برای اشتراک 1 سالش هزینه 1,980,000 تومانی رو با تخفیف به مبلغ 1,188,000 تومان دریافت میکنه، در حالی که فیلیمیوم اشتراک 1 ساله خودش رو که قیمتش 1,119,000 تومان هست با تخفیف 84% تنها و تنها با 119,000 تومان داره ارائه میکنه. از اونجایی که درصد قابل توجهی از مخاطبای اینجور پلتفرم ها و کسایی که حالا میرن اشتراکشون رو میخرن افرادی هستن که از نظر سنی شاید حالا مسن باشن یا مثلا بالای 50-60 سال باشن و زیاد به اینجور نکته ها دقت نکنن، این مشابهت اسم، فونت، عدم درج لوگو توی صفحه لندینگ و اونجور مثلا متن تبلیغاتی فرستادن و در کنار همه اینها 84% آفر و تخفیف واقعا قابل تحمل، به نظر من واقعا میتونه منجر به اشتباه بشه و به خیال این که دارن اکانت فیلیمو رو با این تخفیف زیاد میخرن، چون به پاس همراهیشون گفته بودن، اکانت فیلیمیوم نصیبشون میشه و فیلیمو پر بیراه نمیگه و حق داره به نظر من که اینقدر عصبی و حالا شدیداللعن به این اتفاقات ریاکشن نشون داده و علاوه بر اون گفته که 30,000 تا شکایت از طرف کاربرام ثبت کردم. حالا بازم باید منتظر این درگیری این 2 تیم و این 2 شرکت باشیم به نظرم و به نظرم
کار به جای جالبتری هم در ادامه میرسه. یعنی این رقابتی که این دوتا شرکت در واقع دارن میبرن جلو، خب از نظر قانونی که دیگه تموم شده که حق شکایتی نداره فیلمو، اما از نظر مارکتینگی و اطلاع رسانی و کمپین هایی که در آینده فیلمو میره یا فیلمیوم میره میتونه جالب باشه. البته که در نگاه اول فیلمیوم به اون قدرتی که فیلمو هست واقعا به نظر نمیرسه و در کنار اینها خب فیلم‌ها متعلق به یه هلدینگ خیلی بزرگیه که نیروی انسانی و منابع مالی خیلی بیشتری داره. ولی به نظرم جالب میاد این رقابتی که حالا شکل گرفته، چون اولش که دعوا بود ولی چون از نظر قانونی به جایی نرسید الان دیگه باید بسوزن و بسازن فیلمویی ها و فیلمیومی ها هم باید ببینیم چه تریک‌های دیگه ای رو استفاده میکنن و آیا این نظریه‌ای که واقعا از قصد دارن یه سری کارا رو انجام میدن درست هست یا نه. باز هم این در آینده به نظر مشخص میشه. مرسی که تا آخر به اپیزود دوم دیمکست گوش دادید. دیمکست در مورد کسب و کار، برندینگ، تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنه و شما میتونید از طریق تمام پلتفرم های پادگیر بهش گوش بدید. حتما نظرات شما به ما برای ادامه دادن و با کیفیت ادامه دادن خیلی کمک میکنه. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا شنبه آینده، خدا نگهدار.